Ladies and gentlemen, I want it here baby. آقا امروز اومدیم یه موس خیلی خفن دارم، قدیمیه به درم نمیخوره، خفن نیست خیلی. اومدیم اینو کاستوم سایبرپانکی کنیم، بریم ببینیم میتونیم یا نه. Let's go. خب ما همینطوری که میبینید این موس منه و خیلی هم در داغ شده و کثافت گرفتتش. امروز میخوام اینو تبدیل کنم به یک موس سایبرپانکی بالا و بریم یه سایبرپانک ما سرچ کنیم ببینیم مثلا موسای خود سایبرپانک چه شکلی هستن. آره اینجوری به نظرم بهتره. آره حالا ما اینو سرچ کردیم و آوردیمش. واو نگاه اینجا پیسر چقدر خفنه، این موسا زرد و مشکی همشون. خب حالا یه ایده به سرم زده، بیاید بریم انجامش بریم. اول بیا موسو باز بکنیم ببینیم چه جوریه. وای یه دسته اصلا نمیشه اینو بازش کرد. بذار من برم اینو بازش کنم، الان خدمتتون میرسم. بچه اینو وازش کردم، هر بدبختی بود این کشویه. حالا فقط اون نمیدونی چجوری واکنی، یه دونه پیچ هم نداره دنسه. این لجیته که پیچ داره، این هم پیچ نداره. فکر کنم زیر این صابوناش بشه. نمیدانم، بذار اینم یک کمی برم باش بتونم وازش کنم. وای این سیمون رو چه کنیم. بدبختش اینه این وسطش خرابه، نمیدونم میشه اینو درست کردی. اینجا کلیک میکنی سالمه ولی این که بالا پایین نمیشه درست. فکر کنم میشه هم درستش کرد. این راه هم در آوردیم پسر. هم سرویس چه بعد قفل میشه داخل اینا، خیلی سخته. در حال اینو چجوری در بیاریم یا علی. پیچ کشتی های حرفه‌ای من رو آوردیم که اینو باز کنیم. اینجوری نمیشه با عادی بازش کرد. خب برو بک ما اینو باز کردیم. برو بکس. حالا میخوام تصمیم بگیرم که فکر کنم این مشکی ها زرد بشه و باقیش مشکی بشه، خیلی خفن و تو دل برو بشه، خیلی باحال میشه به نظرم. این اتفاق بیفته. پس بریم واسه رنگ، بریم رنگشون کنیم و بعد هم طراحیشون کنیم. طراحی که دیگه میخوام یه لیبل سایبرپانک اینجا بزنم که اگه بشه دیگه خیلی باحال میشه، اگه نشه هم که یه حرکت سرش میزنم دیگه. ولی به شدت اینجاش چربه و باید یه حرکت سرش بزنم. بچه من انقدر این سنبالی کشیدم میشه کلا و از الان حس میکنم چیز قشنگی میشه. آره موس چه نقره نگایدم من رو آماده کردم و آوردمشون اینجا که رنگشون کنم و واقعا رنگ کردن اینا کار دهن سرویسی و سختیه. اونم تو آپارتمان واقعا اسپری کردن یه کار زجرآوریه. ولی خب من به عشق شما خودم این کار انجام میدم و اینا رو زرد مشکی میکنم. ببخشید قاطی کردم اینا رو مشکی کردم، اون دوتا رو چسب زدم که بعداً بیام زردشون بکنم تا خشک بشه. اول این بعد بیام اونو زرد کنم. اسپری واقعا در آدم سرویس کنه تا خشک بشه. بازی اسپری خارجی ها بخریم، فکر کنم ایرانیه. اینا هم من شروع کردم زردش کردم و یک زرد قناری خوشگل شد. از این نگاه بگو چه قشنگ شد. آیره اینم میبینید اینجا دور من شلوغه، واقعا دن سرویسی ها نه، ولی خب شما به بزرگی به خلوتی خودتون شلوغی منو ببخشید. این زردش کردم و گذاشتم خشک بشه و حالا بریم باقی. خب اینا رو هم رنگ کردیم و ایناش خیلی خوب شد. اینا خیلی خوب شد. اینا خوب شد ولی اینا ریدیم توش. اینا خوب شد، قشنگ شد. ببینیم چی میشه اصلا. برو بکس. خب الان میخوام اسمبلش کنم و بعد حالا ببینم میتونم روی این حرکتایی بزنم یا نه. این مقداری واقعا بد ولی بقیه چیزاش خوب شد. اینا چون که ما چسب زده بودم که نده این و بعد دنسرز داد چسب داد، میگم چسب داد رنگ داد. بذار اسمبلش کنیم ببینیم چی میشه. بید خب من اینجا اسمبلش کردم و یکم هم ژاپن مونده بود روی دستم، رنگی بود زده بودم رنگی شد و حالا شروع کردم دکمه‌هاش تست کردم آقا این سالمه یا نه، که دیدم بله دکمه‌اش سالمه و شروع کردم با رنگ گواش این زنجایی که خیلی زرد نبود زرد کردم و این که ژاپن‌هامون هم محو کنیم دیگه، واقعا قشنگ نمیشه اینجوری که. و گفتم بیا یکم به جزئیات اضافه کنیم و گفتم او بازی سایبرپانک بازی خونه‌آلیودیه آقا بیا من یکم اینو خونی کنم و شروع کردم با رنگ قرمز و به سبک پیشینگی من اینو خونی کردم و خیلی قشنگ شد و واقعا جزئیات خفنی بهش اضافه شد. اینا هم نگران نباشید با یه آب میره دونن که ریخته رو میزم و اینا با یه آب میره و به خاطر همینه که ازش استفاده میکنم و راحته. و این وسطش هم شروع کردم یه کمی آبی کردم، گفتم قشنگتره و یه کم دورش آبی به صورت کوبیسم زدم بهش و ببین چی شد، چه قشنگ شد، لذتشو ببر.
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک، کامنت، فالو، سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم تا یه ویدیوی دیگه. Frostbite they feeling, I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself